یادت باشه توی این دوره موهات همیشه در حال رشدن، پس ما نباید نگران رشد مو باشیم، باید نگران حفظ طول مو باشیم. یه تعداد زیادی مشتری دارم که موهاشون رو بلوند میکنن، یعنی روشن میکنن و هر ماه میان رشد ریشهشون رو یا رنگ میکنن یا دکولوره، برای اینکه دوست ندارن اون اختلاف رنگ، تفاوت رنگ رشد ریشه تیره روشن رو داشته باشن و همیشه میگن موهام رشد نمیکنه و همینقدر میمونه. بهشون میگم اتفاقا موهاتون رشد میکنه، وگرنه نیاز نبود هر ماه رنگ و دکولوره بکنی. تازه اون لحظه متوجه میشن که موهاشون رشد میکنه، ولی بلا فاصله با رنگ و دکولوره به موهاشون آسیب میرسونن و مراقبت درست هم